اگر شما میخواید یک کسب و کاری راه اندازی بکنید، یکی از عواملی که به عنوان ریسک و مدیریت ریسک در اینجا مطرح میشه که جنبه اقتصادی مسئله رو مطرح میکنه، این که شما یک مبلغی رو برای شروع کارتون، حرفتون، بیزنستون یا پیشتون نیاز دارید. شما یک کاری رو شروع میکنید، محصول و خدماتی رو ارائه میدید، اما مهمترین مسئله زمانی است، زمانیه که شما در هنگام قیمت گذاری نمیتونید اون اموال مشهود و نامشهودی که برای سرمایه گذاری اولیه در کسب و کارتون ایجاد کردید رو بر روی قیمت خدمات محصولتون بذارید. خب مهمترین مسئله که پیش میاد این که کسب و کاری که میخواید راه اندازی بکنید، آیا جزء کسب و کارهای پرخطره؟ یعنی ریسک سرمایه برگشتش بالاست؟ این سرمایهش کی به شما برگرده؟ چه زمانی؟ چطور باید مشخص کنید که این کسب و کار شما جزء کسب و کارهای پر ریسک یا کم ریسکه؟ اگر کسب و کاری و کارآفرین یا مدیرعاملی در کسب و کار خودش از مسائل مالی و مالیاتی اطلاع کلی نداشته باشه و ندونه گردش حسابش به چه صورتی، که مفصلا توضیح خواهد شد در سری‌های بعد، این کسب و کار قاعدتاً با مشکلات متعددی مواجه میشه.